سلام، من پرنیانم و به ویدیوی امروز خوش اومدی. خب ویدیو امروز قراره یکم از بقیه ویدیو متفاوت باشه، چون من میخواستم بیشتر یه گپ خودمونی باهاتون بزنم و نکاتی رو که از کار کردن تو حوزه صنعت غذایی میدونم رو باهاتون به اشتراک بذارم و علاوه بر اون قراره بهتون بگم که من و همسرم مهیا که مربی حرفه‌ایه توی هفته چقدر غذا میخوریم و هزینه یک رژیم سالم و کامل برای یه هفته تو ایران در حال حاضر چقدره. برای این ویدیو من رفتم همه نکاتی که میدونستم و دوباره دبل چک کردم که خیالم راحت باشه. معتبرترین و بروزترین مقاله ها رو دارم بهتون میگم. سعیم میکنم سرعت ویدیو بالا باشه، چون دلم میخواد که توی این ویدیو کاتگوری اصلی مواد غذایی رو حتما با هم دیگه راجعش حرف بزنیم، چون که نکات خیلی مهمی در خصوص ترکیبات و لیبل روی مواد غذایی هست که من خودم تا موقعی که تو صنعت غذا کار نمیکردم نمیدونستم. اول از همه میخوام برم سراغ لبنیات. در خصوص خرید همه آیتم‌های لبنیاتی باید حواسمون باشه که بیشتر از 2-3 قلم نباید توی ترکیباتشون باشه. مثلا برای شیر بیشتر از شیر تازه گاو و دیگه نهایتا ویتامین D3 شما نباید محتویات دیگه ببینین. مخصوصا حتما ترکیباتش رو چک کنین که شکر و طعم دهنده نداشته باشه، چون بعضی شیرها دارن. الان اگر این مورد رو نگاه بکنید، این الان از شیر تازه گاو و نوشته که لاکتاژ، آنزیم لاکتاژ. اگر شما مثل من گوارشتون رو شیرای معمولی اذیت میکنه، من پیشنهاد میکنم شیر بدون لاکتوز بخورین یا شیر گیاهی. فقط در خصوص شیر گیاهی حتما دقت کنین که داخلش طعم دهنده و شکر نداشته باشه. بعضی وقتا هم داخلش روغن گیاهی میریزن که خیلی برای بدن ضرر داره، پس حتما محتویات شیر گیاهی رو چک بکنین. بعد از اون بریم سراغ پنیر. در خصوص پنیر، خب پنیرهای طبیعی برای بدن بهترین پنیر هستن طبیعتا، ولی بعد از اون گزینه خوب دیگه ای که داریم پنیرهای تازه و سفید کم چرب و کم نمکن که حالا خیلی به برند چیزایی که من نشون میدم دقت نکنین. همین محصولا با برندهای دیگه هم هست، من فقط چیزایی که روتین میخرم و دارم بهتون نشون میدم. این یکی پنیر هم پنیر جالبیه، روش نوشته که پروتئینش بیشتره، نمکش کمتره و پروبیوتیکه. در خصوص ماست باید بگم به نظر من بهترین ماست توی بازار الان ماست یونانی کم چربه، چون پروتئین بالایی داره و حتی باش میتونیم چیزکیک و دسرهای مختلف هم درست کنیم که یه دونش رو توی این ویدیو درست میکنیم. اما گزینه بعدیمون ماست پروبیوتیک کم چربن که الان من یه نمونهش رو اینجا دارم. این برای برند کالاست که ویتامین D هم داره. خواهش میکنم چربی 7, 8, 9, 10% برای ماستی که خیلی بالاست. من پیشنهاد میکنم چربی پایین تر بگیرید. خب اگر موافقین من یه بلوق قهوه بخورم. اگر موافقین بریم سراغ کره. در خصوص کره و ترکیباتش باید بگم کره خوبه که از خامه گرفته شده باشه و بله شما توی رژیم سالم میتونین کره هم بخورین، فقط باید به اندازه بخورین و حواستون باشه چقدر چربی دارین از کره میگیرین که یه موقع اضافه نخورین. در خصوص محتویاتش بخوام حرف بزنم، غیر از کره و نهایتا نمک نباید چیز دیگه ای باشه. من جای شما بودم کره گیاهی نمیخوردم، حتی میکسش هم با کره حیوانی نمیخوردم. کره فقط حیوانی و البته 2 نوع داره الان تو بازار ایران، لاکتیکی و غیر لاکتیکی. اگر استفاده خیلی تخصصی نمیخواین از کره بکنین خیلی فرق نمیکنه لاکتیکی و غیر لاکتیکیش. حالا یکم لاکتیکیش به خاطر وجود لاکتیک اسید برای بدن بهتره. و مورد بعدی هم که میخواستم بهتون نشون بدم اینه که تو این قسمت اگر نگاه کنین نوشته چربی 82%. برای کره 80% چربی خیلی خوبیه. به نظر من دنبال همین عدد 80-82% بگردید. یه نکته که یادم رفت بگم، مثلا اگر پشت پنیر نوشته برای هر سهم 50 کالری، هر سهمش معمولا 15 گرمه، یعنی یه مقدار پنیر خیلی کمی میشه. من پیشنهاد میکنم که حتما یه دونه ترازو داشته باشین و اینکه یه بار میتونین اینا رو اندازه بگیرین و بعد دیگه میدونین که 15 گرم پنیر چقدر میشه و
تمام. خب بریم سراغ پروتئین. توی پروتئین حیوانی فیله و سینه مرغ و بوقلمون نسبت پروتئین بالا به چربی پایین داره و اگر توی هفته، البته این نسبت به قد و وزنتون و اگر بیماری خاصی دارینه، ولی اگر بیشتر از 170 گرم توی هفته گوشت قرمز مصرف میکنین بعد یه مقدار اینو کمترش بکنید. ماهی هم پیشنهاد میشه بین 2 تا 3 بار توی هفته خورده بشه. من تو روزایی که نمیتونم پروتئینمو کامل بکنم این خیلی به کارم میاد، سفیده تخم مرغ، که به خاطر این سفیده میگیرم چون که یه دونه زرده توی روز بیشتر توصیه نمیشه بخوریم و با این هر چی که با تخم مرغ درست میکنین میتونین درست کنین، هم کیک میتونین درست کنین، هم کوکو میتونین درست کنین، نیمرو، املت، هر چی که با تخم مرغ میزنین با اینم میتونین بزنین و خب میتونین تعداد بیشتری تخم مرغ اینجوری بخورید. البته این مدل سفیده تخم مرغ جامدم داره، حتما دیدین، ولی خب به نظرم اینا خوشمزه تره، خودتون میتونین هر جور که دوست دارین درستش بکنین. بریم سراغ حبوبات. در خصوص منابع پروتئینی غیر حیوانی باید بگم که به ترتیب عدس، نخود آبگوشتی، لوبیا، کینوا و توفو خیلی پروتئین خوبی دارن. البته باید بگم که نسبت پروتئینشون به کربوهیدراتشون بالاست، یعنی اگر توی رژیم کاهش وزن هستین خیلی باید مراقب باشین که کربوهیدرات اضافه نخورین. مثلا توی یک کاسه عدسی که 198 گرمه تقریبا میشه گفت 18 گرم پروتئین در مقابل 40 گرم کربوهیدراته. ماست یونانی هم بهتون گفتم که اونم پروتئین خیلی خوبی داره، از اونم میتونین توی رژیمتون استفاده بکنید. اجازه بدید اینم بگم اگر نمیدونین از هر کدوم از این موادهای غذایی باید چقدر بخورین و الان امکان رفتن پیش متخصص تغذیه رو ندارین، من یه راه راحت بهتون آخر ویدیو نشون میدم که بدونین حدوداً از هر کدوم از اینا چقدر باید بخورید. حتما همونجور که میدونین و قبلا راجبش حرف زدیم، خوردن یه سری مواد غذایی با هم دیگه جذب ویتامین و مواد معدنی رو بالا میبره یا حتی به هضم کمک میکنه. مثلا زمانی که دارین آهن میخورین اگر ویتامین C بخورین آهن بهتر جذب میشه. حالا اگر با آهنتون کلسیم بخورین کلسیم نمیذاره که آهن جذب بشه، پس توی زمان خوردن منابع کلسیم و آهن باید فاصله ایجاد کنین. یا مثلا همراه پروتئین اگر چربی خوب بخورین مثل آووکادو، مثل روغن زیتون، مثل روغن کنجد، باعث میشه که ویتامین هایی که محلول در چربی هستن راحت‌تر جذب بدنتون بشن. و همچنین خوردن پروتئین همراه با یه منبع فیبر به جذب چیز خاصی کمک نمیکنه ولی به هضم پروتئین خیلی کمک میکنه. مثلا برای اینکه پوستمون بهتر بشه میگن آب بخورید، ولی برای اینکه سلولا بتونن آب درون خودشون نگه دارن شما به این منبع چربی خوب احتیاج دارید، مثل آجیل، مثل روغن زیتون. اصلا اگر موافقین بریم سراغ روغن. اگر گوشت مرغ مزه‌دار شده از بیرون میگیرین حتما دقت کنین که روغن داخلش زده نشده باشه، چون توی بیشتر مواقع برای مزه‌دار کردن مرغ و گوشت از روغن استفاده میکنن و معمولا هم روغن گیاهی استفاده میکنن که کلا روغن گیاهی برای سلامتی خوب نیست و خیلی خیلی برای قلب مضره و تازه شما نمیدونین که با چه کیفیت روغنی اون گوشت مزه‌دار شده. پس پیشنهاد من اینه که اصلا گوشت مرغ مزه‌دار شده نخرین و خودتون مزه‌دار کنین. اما در خصوص خرید روغن، بهترین روش روغنگیری روش پرس سرده که معمولا روی محصول نوشته شده و باعث میشه آنتی اکسیدان این روغن حفظ بشه، ولی باید با دمای پایینتری باهاش کار بکنید و این نکته رو حتما به خاطر داشته باشین که روغنی که استفاده میکنین باید مخصوص پخت و پز باشه. در غیر این صورت ممکنه تحمل دمایی که دارین باهاش پخت و پز میکنین رو نداشته باشه و دما باعث میشه که ترکیبات سمی و رادیکال آزاد تولید کنه که سرطانزاست. البته روغن زیتون فرابک رو میتونین روی حرارت متوسط برای پخت و پز استفاده کنین و هیچ مشکلی نداره. کلا پیشنهاد من روغن زیتون و روغن کنجده. و چیز دیگه هم که میخواستم بگم، روغن نارگیل. روغن نارگیل درسته فکر می‌کنیم روغن سالمیه ولی چربی اشباع شده خیلی بالایی داره و اگر میخواین مصرف کنین خیلی باید به میزان کم استفاده کنین. بعضی وقتا به جای MCT اویل من دیدم که بعضی روغن نارگیل توی قهوه‌شون میریزن، خیلی باید کم استفاده بشه. خب بریم سراغ کربوهیدرات ها که به نظر من همیشه در حقشون اجحاف میشه. کربوهیدرات ها برای گوارش و سلامت ذهن بسیار بسیار حیاتی هستند و برای اینکه مثلا میخوایم وزن کم بکنیم هیچ وقت نباید یه ماده غذایی رو به طور کل از رژیممون حذف بکنیم. بهترین نوع نونیه که با آرد
مربل سفید درست نشده باشه. اگر شما مثل من نون گوارشتون اذیت میکنه، من همه چی گوارشم اذیت میکنه. اگر نون گوارشتون اذیت میکنه صبر کنید. ببخشید که این فریز شده است، گفتم گپ خودمونیه. نون خمیر ترش به خاطر فرایند تخمیری که برای درست کردنش انجام میشه گلوتنش میشکنه و هضمش خیلی خیلی راحت تره. چند تا نکته مهم راجع به برنج بگم. برنجتون رو حتما خیلی خیلی خوب بشورین بعد استفاده کنین و تعداد قاشقی که میخورین و تعداد دفعاتی که تو هفته میخورین رو باید کنترل کنین. از همون روشی که آخر ویدیو میگم. در خصوص پاستا و ماکارونی باید بگم که گزینه‌های نسبتا سالمی توی بازار هست که من برای مواقعی که هوس میکنم از این گزینه‌ها استفاده میکنم. در خصوص ماکارونی و برنج نکته خیلی مهم هست که ما ایرانی‌ها زیاد انجام میدیم. اصلا به هیچ عنوان برنج و ماکارونی رو با روغن دم نکنید، چون که روغن وقتی با چیزای نشاسته‌ای ترکیب میشه روی حرارت قرار داده میشه ترکیبات سمی ایجاد میکنه که منجر به التهاب درون بدن و افزایش سرعت پیری میشه. سر ماکارونی. خب بریم سراغ بحث جذاب و شیرین اسنک ها. چیزایی که تو دست من میبینین گزینه های نسبتا سالمی بودن که من تو شهروند پیدا کردم و اسنکایی هست که ما به صورت روتین میخوریم. یه اسنک خوب نباید داخلش شکر یا قند مصنوعی داشته باشه، نباید روغن هیدروژنیزه شده توی ترکیباتش باشه و خیلی دقت کنین که سیروپ ذرت با فرکتوز بالا نداشته باشه، چون که خیلی مضره. و دقت کنین که بعضی وقتا قند با اسمای مختلفی توی ترکیبات میاد. پس اگر 2-3 تا از این اسمایی که روی صفحه میبینین رو داخل ترکیباتش دیدین، بدونین که بیشترش از قند و شکر تشکیل شده و به هیچ عنوان از اون محصول رو نخرین. خب اگر موافقین بریم سراغ سس و چاشنیا و کلا کنسروا. تنها آیتم کنسروی که ما میخریم تون ماهیه. اونم راستش خیلی دیر به دیر میخریم و در خصوص کنسرو تون باید بگم که حتما اونایی رو بگیرین که یا در آبن یا تو روغن زیتون، چون که در غیر صورت تو روغن گیاهی هن که همونطور که گفتم اصلا خوب نیست و اصلا سمتش نرین و همینطور دقت کنین که نگهدارنده نداشته باشه و کنسرو معمولا درصد نمکشون خیلی بالاست، پس دقت کنین که نمک خیلی عجیب غریبی نداشته باشه. حداقل تو بقیه روز حواستون باشه که یهو نمک زیادی نخورید. در خصوص سس باید بگم که خوشبختانه گزینه‌های نسبتاً سالمی توی بازار هستش. موردی که باید دقت بکنید اینه که ببینین مقدارش در هر سهم چقدره که دیگه خیلی نخورید، چون معمولاً این عددی که اینجا نوشته روی لیبلش برای 1 قاشق از این سسه. یه چند تا نکته به درد بخورم در خصوص رب گوجه فرنگی میدونم که میخوام بهتون بگم. روی رب گوجه فرنگی یه دونه عدد بریکس نوشته. این عدد بریکس باید دیگه بالای 25 باشه که من بگم این ربم به نسبت رب خوبیه. به لحاظ رنگم رنگ وسط رو بگیرین، نه خیلی تیره نه خیلی روشن و بسته‌بندی شیشه از بسته‌بندی قوطی بهتره. همونجور که بهتون گفتم قوطی باید یه استانداردی براش رعایت بشه. و نکته بعدی چی بود؟
اگر ربتون کپک زد کلش رو بریزین دور و اگر میخواین کپک نزنه قبل از اینکه در اینو باز کنین حتما خیلی خوب بشورین، خشکش بکنین و بعد بازش بکنین. من تلاش کردم دسته‌بندی‌های اصلی مواد غذایی رو توی این ویدیو خیلی سریع نکاتشون رو بگم. اگر چیزی توی رژیمتون هست که به صورت روتین میخورین و نمیدونین براتون خوبه یا نه، ممنون میشم تو کامنت ها بنویسین که با هم دیگه راجع بهش صحبت بکنیم. حالا اگر موافقین بریم سراغ این که من و مهیار توی هفته چقدر ورزش میکنیم، چقدر غذا میخوریم و هزینه رژیممون توی یک هفته چقدر میشه. بعد از اونم همونطور که قول دادم بهتون میگم اگر سوالی در ارتباط با ترکیبات یه محصول داشتین، مطمئن نبودین یه چیزی که توی ترکیبات میبینین براتون ضرر داره یا نه، یا اینکه اصلا نمیدونستین چقدر بعد از هر کدوم از این مواد غذایی بخورین، خیلی راحت و سریع میتونین به جوابتون برسین. همونطور که میبینین من و مهیار باید تو طول روز 285 گرم پروتئین، 572 گرم کربوهیدرات و 135 گرم چربی با هم دیگه بخوریم. اینجا مواد غذایی که برای تامین این اعداد به صورت معمول مصرف میکنیم و براتون روی صفحه آوردم و بعدش هم بر همین اساس هزینه یه خورده خوراکمون توی یک روز برای 2 نفر رو حساب کردم. در واقع اگر شما مواد غذایی ناسالم رو از سبدتون حذف کنین، نه تنها به سلامتیتون کمک کردین بلکه پول هم کمتر خرج میکنین. برای دونستن این که چقدر بعد از هر ماده غذایی بخورین یا اگر سوالی در مورد محصول یا ترکیباتش داشتین، از چت جی پی تی بپرسین، راحت ترین راهه. من پرامپت مناسبش رو به انگلیسی براتون توی کپشن گذاشتم که کپی پیست کنین، ولی میتونین ازش بخواین که در ادامه به فارسی بهتون توضیح بده. خب قبل از اینکه ویدیو رو تمام کنیم یه نکته دیگه هم میخوام بگم. سالم موندن و سالم غذا خوردن به این معنی نیستش که تا آخر عمرمون دونه دونه لقمه‌هامون رو بشماریم. فقط کافیه این کارو یه مدت تمرین بکنیم و بعد متوجه میشیم که چه غذایی برامون خوبه، چه غذایی برامون بده، هر ماده غذایی چقدر چربی داره، چقدر کربوهیدرات داره، چقدر پروتئین داره و دیگه میشه بخشی از روتین زندگیمون. برای داشتن حس خوب و رسیدن به بالاترین عملکرد ذهنی و فیزیکی ما هیچ گزینه‌ای غیر از خوردن غذای سالم نداریم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و تا ویدیوی بعدی فعلا.